در برابر مسجد آمدن شما همه آداب باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چه معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهگار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهگار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر خیادی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست. اینش هم شما به نظر گیرین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنیمو شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یگان عذر دارد. بعد آن که سخنهای را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا این حاجی که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی یا که خیلی راه را هم از میدانه نخی در یک شکری میزند، یک ایرا بیراه می شود. و این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد، خیلیش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ای الاسلام خیرون. ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعضی از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهگار میشود. حبیب خدا گفته این سال است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید، باید شما سلام دهید. سلام این قرض است. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد، آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید، چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید، جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید.
لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زن من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نه بس از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخ کنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند. مقصد برای شوهرها، لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است، پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است، هر نمود زیبایی را میخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است، این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند، انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما در سرمه کنی همه میخندند، میگه سال چی فعل است گفتن. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست، این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد. خب دویم سوال، از قفای ملایی که زنش را سر داد بازگشته گرفته است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است یا نه؟ التماس همین جمعه جواب گویید، شرط و ضرور است، خدا نگهبانتان باشد. بله درست است دادر عزیز. اگر همون ملایی که زن سر داده است باز گرفته است، خب یا سر داده است نگرفته است، هر رنگش که نباشد، از پسش نماز خوانین درست است. زیرا که انس ابن مالک یا عبدالله بچه حضرت عمر از پس حجاج ابن یوسف ثقفی نماز خواندند. این عقیده تحویه دا میگذارد، عقیده تحویه که خیلی کتاب مشهور است، این نزد من هست همون کتاب.
همین عقیده تهاویه که روی عالم اینو میخواند، در تمام یونیورسیته های اسلامی روی دنیا این عقیده تهاویه را میخوانند. خدا رحمت کند، باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. تمام دنیا میخوانند، تمام دنیا. در همین جا ذکر می شود که از پس حجاج فرزند یوسف ثقفی که ظالم بود فاسق بود، ببینین هم ظالم بود و هم فاسق بود، یکی مسلمان بود. از پسش بچه حضرت عمر نماز خواندگی هست. به این خاطر اکو این ملا با یک زن سر دادن نه فاسق شده است نه ظالم شده است. یگان عیب داشت، یگان کمبود داشت، یگان چیزی بود، خیلی خودشان میدانند زندگیشان. سر داده و پس گرفته باشد یا نگرفته باشد، ملا باشد علم دارد، از پسش نمازتان خواندن گیرید، هیچ زلال زیان ندارد. اینجا در یک برادر من سوال کرده است، الحال این سوال نو در دستمان دادن در کوچه. بسیار بچه خوب بوده است، بسیار بچه با فهم و لیکن به علم، بچه که خوب، بچه که ناز با آداب و علم ندارد. عجیب سوالی میدهد، علم نیست، میگه بابای داملا من میتوانم که مذهب امام ابو حنیفه را ترک کنم، امام شافعی را قبول کنم. و برای تو بهترش همین مذهب است، همین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای چه الحال من همین ببین همین تحاوی را برای چی صفت کردم؟ همین حضرت اول در مذهب امام شافعی بود، گشت از مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه. در برابر یک شبه عبادت حضرت امام ابو حنیفه ایستادگری کردن نمیتونیم و خودمان به خود قسم خجالت میشماریم که حضرت چه عبادت های زیبا کردند، چه غمخواری ها کردند. آیا کتاب دارم، پیرو سنت نام کتاب است. حضرت امام ابو حنیفه را سخنش میارد که حضرت امام ابو حنیفه گفته است لعنت بر آن کسی که در فتوای خود آیت و حدیث دلیل نمی کند. ببینین حضرت امام ابو حنیفه لعنت بر آن کسی، لعنت خدا بر آن کسی که در حالت فتوا دادن آیت و حدیث استفاده نمی برد. معنا چی است؟ معنا این است که همه آن چیزی که حضرت برای ما و شما تیار کرده گذاشتند همگیش معنای آیت و احادیث های رسول اکرم است. دادرای عزیز، پیرو مذهب باشید، از مذهب اصلا بیرون نشوید، اصلا بیرون نشوید. از مذهب کسانی بیرون شوند که مجتهدند، علم دارند، تمام سیحای سیطه را از یاد میدانند، تفسیر از یاد میدانند، هم قرآن حافظ قرآنند. همین مجتهدایی که وجود دارند همش هم حافظ قرآنند، هم سیحای سیطه را صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، ترمذی، همه اینا حفظ میدانستند. ولی شما را ما پرسیم یک متن حدیث نمیدونی، یک متن حدیث اکا همه تا در نظر ندارم، انشاءالله اینجا هست بچه های بفهم. اکثریت شما یک پاره قرآن از یاد نمیدانید، قرآن خوانده نمیتونید. بازم این چی میخواهیم؟ از این مذهب برای ما مذهب دیگر. چرا برای مذهب دیگر میدارید؟ این مذهب امام ابو حنیفه را یک بزرگی دیگرش همین از دادار عزیز، این نشانه آرامی در همین جمهوری ما و شما هست. باور کنید داداران، نشانه آرامی الحمدلله امروز در تاجیکستان ما آرامی حکم فرماست. به قدر آرامی حالی شما زمانی میرسین که وقتی دواده و پران پران میبینید. دیدیم که واقعی احواتون چگونه بود، عبادتون چگونه بود، فهمیشتون چگونه بود. یک شب 2 ساعت سوید ندهد چقدر نارامین، یک ساعت آب ندهد اینقدر شما بی‌ضابطه میشین، قوت اینقدر کشاکش شما ندارید. و این خاطر من همه شما را دادار عزیز
نصیحت من به خدا قسم از تحت دل برای شما میگویم، مذهب این رویشی که حضرت امام ابو حنیفه ما و شما داریم همگیش معنای آیات و احادیث رسول اکرم است. خود حضرت گفتند مذهب من حدیث صحیح است. خود حضرت گفتند اگر سخن من در کتاب خدا احادیث رسول اکرم نیافتید به دیوار زده پرچه پرچه کنید. از این خاطر ما پیرو مذهب هستیم. ما همین مذهبی که برای خود اختیار کردیم هیچ نقص و کمبودیش ندیدیم. فریفته نشین دادر عزیز، فریفته نشوین. چیزی برای شما لازم است از کدام مسئله نباشد از من پرسید، از غیر من پرسید، برای شما جواب ها وجود دارد، جواب میگوییم. لیکن به خاطر همین آرامی که داریم بهترین نعمت است به خدا از دست ندهیم. هر گونه جریان ها امروز برآمدند، هر گونه، شیعه هم هست، تحریرش هم هست، نصرانیش هم هست، زردشتیش هم هست، احمدیهش هم هست. ببین چی خوبی میارن امینا، چی خوبی میارن. اگر ما در همین مذهب خودمان رفتن گیریم، آن چیزی که من برای شما میگویم، من آدم مذهبی تا امروز بین شما شاید 6 سال یا 7 سال شد موعظه میکنم. یعنی یکی از شما بلند شوین گوین که حاجی در همونجا فلانجا تو نادرست بیان کردی. ما میتونیم با طریق مذهب در اسلام خدمت کردن بگیریم، هیچ جای غلطش نیست. داره در مذهب بودن این نشانه یگان نادانی و نافهمی شما را نشان نمیده. به خاطر آرامی همیشه دعا کنید خدا این آرامی را از بالای ما و شما دور نکنه، زیرا ما قوت اینها را نداریم. داره بسیاری چیزهای خوب از دست ما و شما میرن. ولی امروز اینا برادرها داریم خیلی آمینی بلند میگن، دستای بالای سینه دارن، پاهای در کشاد دارن، خیلی در برابر همین مردم چی در کار همین عمل ها چی حاجت است؟ من دانم که شما به گفتن ترک آمین گناهگار میشین. این میکروفون به خدا قسم هیچ وقت صداش خاموش نمیماند. من برای شما میگم که هم از آمین بلند که گناهگار میشین، لیکن میدانم گناهگار نمیشین. آمین بلند منم گفتم، مقصد چی گفتم؟ سنت است. در سنت بودن من هیچ شک ندارم، لیکن به معنای آن که نگفتنش هم سنت است، پس گفتنش هم سنت است و اختلاف و نافهمی ها را در بین ما و شما پیدا نمیکند. به همین خاطر من میگم ترکش کنیم برادر عزیز. اینجا یک برادر دیگر، دو برادر از دوشنبه مهمان آمدن از من یک سوال دیگر کردن که السلام علیکم داملای محترم، بزنم گفتن که اگر تو را خانه پدر و مادرت برم تو به من یک طلاق، آیا راه دارد که او را خانه پدرش برم؟ خیلی همین قدرت نداری؟ یا همین چی حاجت است که اگر تو را من خانه پدرت برم تو یک طلاق؟ چی حاجت است؟ تو گناهگار میکنی خودت. خانه پدر مادر رفتن این زن در کار و لازم است و در اسلام نه آمده است یگان عباره و یگان آیت قرآن و یگان احادیث رسول اکرم که وقتی که زنهای شما شوهر کردن خانه پدر مادر نبرینشان، نه آمده است این. ویم پدر است ویم مادر است. برعکس شما توانین بعضی ها که دعای پدر و مادر تانا میگیرین دعای خسور و خوشتامن هم بگیرین. ویم کلان سالای شما هستن. به این خاطر راهش این است دادر عزیز، اگر گفته باشی که اگر خانه پدر و مادرت برم یک طلاقی، یکم اینه که وقتی که اگر بردی یک طلاق می شود باز نکاح کده میگیری. دویم صورتش این است که خودت نمیبری دیگر آدم میگه خانه پدر و مادرش میبرد طلاق نمی شود. زیرا که تو در سخنرانی گفتی که اگر خانه پدر و مادرت برم تو یک طلاق.
مقصد تو نبرش دیگر آدم بگو یک آدم نزدیک، یک آدم محرم همونه گرفته برای خانه پدر و مادرش طلاق نمی شود. اگر تو بریش طلاق می شود. شرطش همین است. خب السلام علیکم داملای عزیز. یک مسئله بسیار مهم هست. ما از دوشنبه آمدیم همین جمعه جواب گوییم. یک ظرف شیشگی را از مغازه در وقتی به دست گرفتن و تماشا کردن ناگهان از دستم افتید و شکست و مبلغ این ظرف 300 سامانی بود. او مرا تاواندار کرد. باز او حاجی است. این درست است یا نه؟ یعنی برادر کدام دکان در آمده است، کدام برادر حاجی سوداگر بوده است. اینا از دوشنبه بچه آمدگی هستند، سوال داده ایستادند. مقصد این مبلغ 300 سامان خیلی مبلغ کلان است. از دست من ناگهان افتید، شکست، ما را تواندار کرد. همینجا حق جانب کیست؟ برادر عزیز و گرامی، اگر همین ظرفی که شما در دست گرفتین و از دست شما افتید، اگر با رضایتی خود اگر دکاندار گرفته باشید شما تاوان نمیتین. اگر اجازت از دکاندار گرفته باشین که ممکن است همین ما یک نظر کنم، اگر گوید ممکن است تو برداشتی و از دست تو افتید و شکست، اینجا اسلام تو را تاواندار نمیکنه. لیکن اگر نپرسیده تو برداشته و اگر تماشا کردی و افتید، اینجا تو تاوان میدی. چند مبلغ باشد اون بر ذمه توست. زیرا به اجازت نزدیک شدن به مال یک آدم درست نیست. حاجی درست کرده است 300 سوم برده تیده دستش. دویم، اگر باشد که به اجازت گرفته باشید. ورقهای قرآن را که تماما خواندنشان ناممکن است، چی باید کرد؟ بعضی ورقهای قرآنی هست که مقصد ریختگی هستند، دیگر هیچ خواندن نمی شود، مقصد پوسیدگی هستند. اینها را در کتابهای مسئله میارد که مثل قبر کنین، مقصد میدهک میکنین مقدار همون چقدر کاغذی که هست، حتی لحد هم کنید میگوید، برای خاطر احترام این ورقهای قرآن. و در همونجا میگه گذارید زیر خاکش کنید، نه سوزانید که گناهگار میشوید. سوزاندن جایز نیست، فقط گرانید. این حالت در شما ثواب میگیرید. سوم، مسئله ریختن خون از کافر را در مسلمان، یا از مرد را در زن یا زن را در مرد چخیل است؟ درست است؟ خون آدم کافر را در مسلمان میریزند یا از مسلمان در کافر میریزند، یا خون مرد در زن یا زن در مرد میریزند. ولی خونریزی هست که واقع در بیمارخانه وقتی که همین خدا رحمت کند محمد شفیع رحمت الله علیه همین یک بار چشمم افتیدگی بود در فتاوای محمودی میارد که ضرورت باشد درست است. مثلا ضرورتش همین است که وقتی که ما احتیاج به خون داریم و خون ما به خون همون آدم کافر است یا به زن است، خون محرم است و غیر محرم است، وقتی با خون همون اگر موافق باشد ریزن باکی ندارد، هیچ زلال زیان ندارد. لیکن اینجا یک نازکی دارد. آدمی که خون میدهد قیمت خون گرفتن حرام است. امروز اکنون ضرورت است در بیمارخانه که میفروشند، اونا ضرورتن، اونا مبلغ هم گیرن میلش. لیکن وقتی من برای یک برادر خون حاجت می شود و برده 100 گرم یا 200 گرم خون ما 10 سامان یا 20 سامان می دهم، همین سوم برای من حرام است. زیرا خون خودش حرام است، پیدایش پولی هم حرام است. انا این مسئله هم شما فراموش نکنید. کمک میکنید یک برادر با خونتان، میلش به مبلغ یاردمش کنید، جایز است. خب چهارم سوال شما،
از بدن حیوان چی چیز حرام است؟ حیوانهای حلال، این حیوانهایی که میخوریم، مثال گوشت اونها را، چه از گوشت گاو باشد چه از گوشت گوسفند باشد، خب از بدن همینها چی چیزها حرام هستند؟ یکم، اگر یادتان باشد من یک بار از کتاب مسئله فتاوای عالمگیریه برای شما اینو گفته بودم، شاید یادتان نمانده باشد، خیلی وقت گذشت. یکم خون مک، خونی که در حالت گردن حیوان میبرند، همون خونی که از بدن اون میپرد، در بدن هم زند بی نماز است، خوردنش هم چه هست؟ خوردنش هم حرام است. خون مک، غیر خون مک وقتی که ما گوشت ریزه میکنیم، دیگر خونهایی که از او در بدن ما میپرد، اما اون خون بدن ما را بی نماز نمیکند، لیکن خون مک بی نماز میکند. دوم چیزی که حرام است حالت تناسلی است. خب نرینه باشد گاو حالتی او را خوردن، اگر ماده هم باشد گاو حالت تناسلی گاوی مادر هم خوردن حرام. سه، یکم خون مک است، دویم حالت تناسلی از مثال حیوانی نر، سوم از حیوانی مادر خوردن، چهارم خب تخمهای از حیوانی نر، مایه میگه ما و شما، اونها را خوردن از جمله مکروه تحریمی است. در بازارها ولی فرمایش میتن با بعضی آدما که برای ما جمع کن، میخرد میبرد میخورد، نمیدونیم به خاطر چی هست. بعضی ها میگویند که مرد را بسیار به قوت میکند، و خدا که به قوت نکنه به خوردن او تو چی قوت میگیری؟ عجیب آدمای ساده هستیم. اینقدر گوشت حلال ماندگی، دل جگری او ماندگی، آخی گوشت های زیبای وجود او ماندگی، آخی عسل، این گوشت مرغ و هزارها نمود چیزهای هست که آدم قوت میبخشد. اینا را در کتاب مکروه تحریمی میگویند، حرام است. خب دیگر مسانه میگویند، شاشدان، جایی که پیشاب جمع میشود، خچک میگیم ما و شما، اونش هم حرام است. دیگر تلخه حیوان هم خوردن حرام است. دیگر غدد میگیم، غدد هایی که در حیوان است، اینها از جمله حرام کرده ها هستند. اینها در نزدیک نشویم، دیگر آنچه که در او هست خورینی چی باقی ندارد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک جوره داریم. اینجا یک سوال درباره همین بعضی بچه هایی که مثلا بیراگردی میکنن، درباره همونها هم یکان صحبتی داشته باشیم که گویم هم صاحب نمازن و هم صاحب همین مسجد می آین و هم مواعظ گوش میکنن، در برابر این باز به دخترهای مردم داده گریفت دارن. حاجی گفته باز تاکید کردن که ما در اطراف این چند بارها صحبت کردیم، دادر عزیز گفتیم از این کار بدم دور ایستید، این یگان شأن شرف نیست، این یگان بزرگی شما را نشان میدهد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک نفر از مخلصان دائمی شما شکر الله میکنم که چنین عالمی با عمل در منطقه کلاب و ما عطا کرد و من یک مشکلات مهمی پیش آمده است. تنها خداوند بزرگ این مشکلاتی من را آسان میگرداند.
امروز که روز اجابت دعا هست، التماس با همراهی قوم دعا کنید که الله مهربان مرا از این مشکلات خلاص گرداند. خداوند دائما نگهبان شما باد. با احترام مخلصی دائمی شما، خدای مهربان مشکلات این بنده ای که از این قوم دعا خواستند، خداوند مشکلات چه رفت بگردانی و دور بگردانی و همه کاراش در خدا کشایش نصیب گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکی حاجی مرزا. بعد السلام، صحتی و سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش میکنم که با سوالهای من با پرروی جواب گویید. میگویند که گلستروک بستن ممکن نیست، عقیده شما در این باره چیست؟ این جایز است دادر عزیز. کدامید گلستروک میبندی، کدامید نمیبندی؟ با گلستروک نماز میخوانی، بی گلستروک نماز میخوانی، عبادت در پیش خدا قبول است. این گلستروک داختن، این مثال گلستروک استفاده بردن، این اگر نشانه گناه نیست دادر عزیز. و نمیدونم به خاطر چی همین بسیار در بسیار جایها میگن که با گلستروک نماز نخوانی. این چی سبب دارد هیچ کس نمیداند. بعضی ها میگن که گویا که این توق لعنت باشد، حالا که کسی نمیداند که توق لعنت چی بود. این توق لعنت چیزی نیست برادر عزیز. این توق لعنت یگان بند و یگان چیزی نبود که در گردن شیطان زده باشد. توق لعنت معنای رانده شدن او از جمعیت ملائک بود، از آسمان بود. رانده شدن او را معنی میدهد. اون یگان چیز در گردن شیطان آمده در آمدگی نیست. و این خاطر گلستروک انداختن هم این یکی از زیباگی است. زیبا است آدم وقتی گلستروک استفاده میبرد، این هم یکی از لباس های زیبا به شمار میرود. و این خاطر گلستروک شد داختن گیرد با که ندارد. سلام داملای شیرین سخن حاجی مرزا. با سوال من جواب گویید. امید آخری من شما هستید. من یک نفر زن همگی 19 سال دارم. بسیار در عذابم. پدر من 10 می شود که با من قهری است. برای گوش کردن امر معروف مرا گفت که از خانه برآمده رو، با این کسی تحاید. من باشم سطر کردم. از سطر من نارضا هست. کی گناهگار است؟ کی گناهگار است؟ در آخر در حق من دعا کنید که پدری نارضای من از من رضا شود. در نمازهای جمعه شما اشتراک دارد. خیر خدا خیرش دهد این پدر. اینجا می آید خودش امر معروف گوش میکند برای خودش درست، برای دخترش امر معروف گوش کند. چی جای نادرستی است؟ اگر دختری او رویمال اندازد و دختری او بدنش برای مردهای بیگانه نمایان نکند، چی جای گناه است؟ من حیران میشم در این خیل. در همین خیل عمل آدم نمیدونی باور که چی جواب گویی. وقتی که خودی وی نماز میخواند، وقتی خودی وی مسجد می آید، وقتی که این دعوای مسلمانی و ایمانی دارد، این جای تعجب است. باور کنید حیرت میشه از انسان که انسان را نگذاریم که کسی تا گوش کند که در او امر معروف است. گوش اندازیم. چه بچه ها ما باشد، چه دختر ها ما باشد، هر چیزی که باشد برای فایده جان ما و شما، هر چیزی باشد برای فایده آخرت ما و شما اونها را استفاده بریم. هیچ وقت از این قفامانی نکنید. پدر گناهگار است البته. خدا قدر بلندش داده است، شرف بلندش داده است. لیکن خواهر عزیز شما احترام از او کنده نکنید. شما احترامش کنید به خاطر پدر بودن. لیکن از کسی گوش کردن هیچ وقت دور نیستید. یا از رویمال انداختن، بدنتان نمایان نکردن هیچ وقت دور نیستید.
همیشه با ستر و با حجاب باشید، همیشه با حیا باشید، همیشه خدا ترس باشید. این امروز ببین حیران میشه برادر عزیز، امروز جوانا را وقتی نیتی زنگیری میشوند ببین همه اونها جستجو میکنن که کجا یک زنی باشد که زنی با ترتیب باشد، زنی با معنی باشد، بعد رفتن نکاح کرده میگیرن. وقتی دختری ما صاحب روی مال باشد، صاحب لباسهایی باشد که مردم بدن او را ندیدند، این خیل دختر با خوش خرید است، در او بر وقتر با برای او یگان شخص پیدا می شود او را در نکاحش می درآورد. وقتی او را اگر ما در نمایش براریم، وقتی او بی ترتیب شود، بی معنی شود، خود کوچگر شود و خواهی باز در خانه دردی سری ما و شما می شود. برای ما و شما با مشکلات و نافهمی ها را در خانه برپا می کند. او یک برادر گفت، داملا گفت در خانه دو تا خواهر دارم یا دو تا اپه دارم، از دست اونها زن گرفتن نمیتونم. مقصد کسی اونها را خریداری هم نمی کند، کسی برای نکاح اونها طرف خانه ما نمی آیند. به خاطر چی؟ به خاطر که اونها بیراگرد هستند، لیکن نمیگذارند که همین دادرش هم زندگی خوب و بسر برد. دائم در اون خانه جنگ و جوش وجود دارد. این همه این به سبب چیست؟ به سبب که این دخترها بی ترتیب و بی معنی هستند. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، من مخلص دائمی شما هستم و با شما یک چند سوال داشتم، میخواهم در همین جمعه جوابش را گردانید. یکم، آدم نمازخوان اینجا یک کردار یاد کرده است، یک عملی ناخوب یاد کرده است، اگر در همون مبتلا باشد نمازش قبول می شود یا نمی شود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. برادر عزیز، مؤمن ها نجات یافت وقتی که در نماز خشوع داشته باشند، نماز خوان او در برابر او با این عملهای ناسزایی که در اسلام حکم اونها حرام است، وقتی تو نزدیک میشوی یقینا دان که نماز تو در پیشگاه خداوند هیچ پاداش اجر ندارد. وقتی نماز آدم از کار فحش و فحشایی باز نداشت، معلوم میشه که این نماز از برای خدا نیست. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خدا اعلان کرده است شما اگر صاحب نماز شوید خدا شما را از راههای بد باز می‌دارد. لیکن وقتی آدم هم نماز خواند و هم زنا کند، هم نماز خواند و هم حق یک برادر مسلمان شخورد، هم نماز خواند و هم در تهمت باشد، هم نماز خواند و هم در برابرش عرق نوشی کند، یقینا که نماز این از برای خدا نیست. این نماز از برای خدا نیست. در عزیز، نماز میخوانیم، در برابر نماز تمام دیگر عملها را اجرا کنیم. با یک نماز ما و شما با اون قوله های بلند نمی رسیم. آدمی که نماز نمی خواند لیکن خدا را می شناسد، او را کافر گفتن درست است یا نادرست؟ نه، نادرست است. اگر آدمی که نماز نخواند لیکن خدا را شناسد، مقصد در بزرگی خدا قائل است، میگوید که خدا یک و یگانه است، رسول او محمد برحق است، لیکن نماز نمیخواند، این در اسلام حکم به کفر نمیدهند و یک کافر نمیگویند، فقط مرتکب گناه کبیره میگویند. یعنی گناه های کبیره است، از جمله نماز نخواندن این گناه کبیره است. وقتی نمیخواند او را کافر نمیگویند بلکه گناهگار میگویند و گناهگار است.
کافر شخصی را میگویند که اگر نماز انکار میکند یا نماز افسانه میشمارد یا روزه یا زکات یا حج اینها را مسخره میکند و اینها را از جمله عبادت هم نمیشمارد، یا اینکه وجود خداوند را انکار میسازد. اعوذ بالله. اما این کسا در اسلام حکم به کفر میدهند. سوم، در دست چله نقره داختن درست است یا نه؟ سوال از ناحیه واسطه بوده است. چله نقره استفاده بردن سنت است، یعنی کسی چله نقره می اندازد در دست میلش درست است. این هم از سنت های پیغمبر هم به شمار می رود و در چله پیغمبر خدا هم چله داشتند که بعد سر پیغمبر خدا در دست ابوبکر بود، بعد ابوبکر حضرت عمر گرفتند، بعد حضرت عمر که پیغمبر خدا گفته بود که عثمان وقتی این چله که از دست تو گم شد آشوب فتنه ها سر می شود. چله در دست حضرت عثمان بود، در چاه عریس افتید و هر چی کافتن دیگر نیافتنش. چله حضرت رسول اکرم بود، میگوید بالاش نقش داشت محمد رسول الله، نقش بالای چله پیغمبر. حضرت عمر هم یک چله داشتن، خدا رحمت جان کند. حضرت چه حیبت داشتن، چه وقار داشتن. باز در بالای همون چله شان نویسانده بود کفا بالموت واعظا، ای عمر برای تو مرگ خودش موعظه هست. بالای چله حضرت عمر بودن. به این خاطر چله انداختن اگر نقره باشد درست است، لیکن چله طلا، چله آهن، چله میز اینا حرام هستن برای مردها. چی ساعت، چی چله، چی گردنبند، چیزی که از طلا باشد برای مرد استفادهش ناجایز است. دندان طلا